وقتی تو یه اسلحه دست تو منم یه اسلحه دستمه میتونیم درباره قانون صحبت کنیم. وقتی تو یه چاقو دست تو منم دستم یه چاقوه میتونیم در مورد قواعد صحبت کنیم. وقتی تو دست خالی و منم دست خالی میتونیم درباره منطق صحبت کنیم. ولی اگه تو یه اسلحه دستت باشه و دست من یه چاقو، حقیقت تو دستای توه. اگه تو یه اسلحه داشته باشی و من دست خالی، چیزی که تو دست توه اسلحه نیست، زندگی من. مفهوم قانون و قواعد و اخلاق وقتی معنا پیدا میکنه که بر اساس برابری باشه. حقیقت تلخ دنیا اینه که وقتی پول صحبت میکنه حقیقت ساکت میشه و وقتی قدرت وارد میشه حتی پول هم 3 قدم میره عقب. قوانینو کسایی میسازن که اغلب اولین نفرایی هستن که اونو میشکنن. قانون واسه ضعیفا مثل زنجیر و واسه قدرتمندای ابزاره. یادت باشه.